السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در کتاب‌های تعبیر خواب از جمله گفته‌های دانشمندان مشهور اسلامی، هر حیوان معنای خاص خود را دارد. اکنون ما همه حیوانات در این تاثیر بوده را یک به یک شرح می‌دهیم. مار، دشمن یا حسد، بعضاً فتنه در اطراف. سگ، دشمنی ضعیف یا دوستی وفادار وابسته به رفتارش. گربه، شخصی مکار یا دوست در نزدیکی. اسب، عزت، قوت و پیشروی در زندگی. گاو، رزق و روزی حلال و سالی برکت. گوسفند، برکت، نعمت و خوشخبر. بوز، فایده و منفعت مالی. خر، صبر، مهنت و زحمت. شتر، سفر، تحمل و بردباری. مرغ، رزق و روزی آسان. خروس، مردی قوی ایمان یا مژده خوش. کبوتر، خبرهای خوش و آرامی دل. شیر، پادشاهی، قوت و نیرومندی. پلنگ، رقیب خطرناک و پرقوت. گپارد، دشمن تیز حرکت یا رقابت سخت. گرگ، فریبگر یا شخصی ظالم. روباه، حیله‌گری و مکر. خرس، شخصی سختگیر یا دشمنی نااستوار. فیل، قدرت و مقام بلند. میمون، شخصی بدرفتار یا فتنه انگیز. خرگوش، ترس و هراس یا بعضاً زنی نازک. آهو، زیبایی، آرامی و خوشبختی. گوزن، رزق و نعمت و برکت. عقاب، بلندی، منصب و قوت. شاهین، پیروزی و غلبه بر دشمن. بلبل، شادی و خوشخبر. زاغ، غم، جدایی یا خبری ناخوش. طوطی، سخن، خبر یا پیام. لکلک، سفر و تغییرات زندگی. مرغابی، رزق و برکت. قو، پاکی و آرامی روح. ماهی، رزق و روزی فراوان. دلفین، دوستی و یاری از شخصی نزدیک. کیت، حادثه بزرگ یا امتحان سخت. تمساح، دشمن پنهانی و خطرناک. سنگپوش، علم، حکمت و صبر. زنبور، فایده، مهنت و برکت. مورچه، جمع شدن مال یا اهل عائله. مگس، دشمن ناچیز ولی آزاردهنده. کژدم، دشمن پنهانی و بدزبان. شب پرک، آرزو، تغییرات و امید. ملخ، آزمایش یا مشکلات ناگهانی. تعبیر خواب علم قطعی نیست، بلکه نشانه و احتمال است. معنای خواب وابسته به حالت انسان تغییر می‌یابد. الله در این مسئله داناتر است. بنابراین شما چه نوع خواب دیدید؟ در کامنتر نویسید و با هر یک سوال شما